یک دو سه همه بی خیال قصه چون دختر خانم دستو بزار دود از دوست آقا به سر دختره چه دوسته برا گشته گیره دو پوسته بیا پیشم جلال پیش بده. هنر ریدن، بله ریدن هم هنری هست. اونید که بسیاری از انسان‌ها ریدن رو بلد نیستن. شاید بعضیا نمیدونن اشتباه کردن، خلاصه ببخشید. بالا بوری ساعت بگی بالا بوری ساعت بگی بالا صورت ندارم بگی بالا خب حالا بشورینه کف کنه یه ذره دوغ بریز دادا کمک دوغ بریز کف کنه من چشم نمیده بیاد اول چشمون کورچه به قرآن داشتن کارو نمی کنه بذارید ببینم این چیه؟ کشتی اصلا کاغذیه امین این چی بود؟ فکر کنم بنزینه. آقا موتوری منو نگاه این کمک من صدا بشنم. خالی حمید خسروی چینه دروازه. وای کاظم بزن داغت ببینم. کاظم داغت ببینم. کاظم شدی فوش لازم. دروازه خالی ببینه یک خروج ناموفق. دروازه خالی حمید خسروی زد خود به تیر دروازه. کاظم کنترل کرد. کاظم با تریلی رود بگازم. این چی کاری؟ بگی جاشونو دیگه جاشونه سپر کنه حتی سپر نه حتی بگیشی اینا این رادیو هم میچینه رادیو بگیشی جاشونه رادیو دایی تو با سفت دور اونجا که ایده دورش میری این شیشه بنا این شیشه هم بده خاربونه چیزی چسبونه خاربونه این تا میسپدین آشنا میسپدین چراغ که سالم چراغا که سالم شما تو قلیان منش کست که حرک خودشو خاک کنه همچنان این دو موفق میشه رو در خاک بشونه و اولین امتیاز رو در خاک میره برای فیتیلیپیچ صدر فیتیلیپیچ به دست بیاره همچنان به دنبال از فن فیتیلیپیچ با سبک خاصی که ناموفق حالت داور و سر اینجا کشتی رو سرپا می‌کنه. پلک بالا و لیفت چشم ابرو و سرگونه به این مجموعه مراجعه کردند. آقا رو بعد از عمل ببینید که به چه صورت در اومده و نظر ایشون رو در رابطه با عملی که داشتن بدونید که به چه صورت بوده. آقا تغییرتون به چه صورت بود؟ خیلی راضیم، دستون درد نکنه. حس میکنم خیلی عوض شد، خیلی باز شده صورتم، چشم حس میکنم. دردم اصلا نداشت. ممنون. بسیار برخورداتونم بسیار عالی بود. مرسی. خواهش میکنم، مبارکتون باشه. سلام خانم جعفری، من میخوام واسهتون وضو بگیرم. اولین کاری میکنیم نیت، بعدش که میکنیم شیر آب و خیلی کم وا میکنیم، دستامون رو میشونیم، بعدش از دست راست میریزیم به صورتمون، بعدش از دست چپ میکشیم به دست راست، بعدش از دست راست میکشیم به دست چپ، بعدش از دست راست میکشیم به مثانمون، بعدش
اومدیم امروز استخ جاتون خالی به یه چی جدیدی یه تکنولوژی جدید دست بردیم واقعا دمش گرم. این برقشو اصلا این ساقش خب میلیاردیه دمش گرم. نگاه کجا اومده کلید گذاشته. کلیدو کجا مشاسه یه دقیقه کلیدو میزنی بی زحمت یه دقیقه کلیدو بزن ها پنکو روشن کن دست در نکنه دمت گرم. خب میگم این وقت که روشن شو حرکت کت این سخت دیگه میگم با کنتور اصلی رو بزنید درسته؟ این با امید خدا دیگه با کنتور اصلی رو بزنید دمش گرم واقعا. آقا حتما توجه داشته باشین برقکشوی حرفه‌ای دمتون گرم. آن در خدمت برار شیرم برار سردگرم یه چای کوپنی آن در خدمت اون نوش جون سخت فقط تو افتردی او گیره و دفته یم خانی باز درگ پیا ارزش دار پیا بی ارزش هورد نگشت. DFHDD من نمیدونم کیه، ولی اگر بفهمم کیه از دانشگاه دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی بیرونش میکنه، خودشو معرفی کنه تا این عمل انجام نشه. و یعنی زنگ آموزش میزنم و با رئیس آموزش صحبت میکنم. آها اسم خود منه، ببخشید اشتباه کردم. این مهم نازل شد. ما در کنار افزایش حجم تولید، افزایش کیفیت محصولات هم سرلوحه کار خودمون قرار دادیم که نمونهش رو مشاهده میکنیم. بله متشکرم.